یک ویدیو دیگر امروز میخواهم برای شما ثبت کنم. من اصلا باغبانی کردن رو دوست میدارم. انا این باغ من اینجا هر خیل چیزها کاشته شده. اگه اینجا کارتشکا نمیدونم انا دیده میتونید و چیزی که من امروز گفتنی هستم همین که وقتی که تخمی به زمین میغلطد، همون اگر زمین نغز باشد تخمی آهسته آهسته می شکفد، می روید و حاصل می دهد. عیسی مسیح یک نقل می کند در کتاب مقدس که وقتی که دهقان می براید دانه ها رو می پاشد، اگر دانه در زمین سخت غلطد چمچوقا آمده می خورند. اگر در زمین سنگلاخت غلطد و می بیاید، لیکن وقتی که آفتاب می براید تیز می روید، لیکن تیز پژمرده می شد. وقتی که آفتاب برآمده خشک می کند چون که ریشه ندارد. بعد بعضی دانه ها در بین خورزور می غلطد، خور می براید و آنها رو پخش می کند. لیکن دانه هایی که به زمین نغز می غلطد، انمون دانه ها حاصل می بیارد. انکنون در زندگی من چی روی داده بود؟ کتاب مقدس هر روز کلام میخونم دعا میکنم، اما کلام در درون من جمع میشه. یک روز من حامله دار بودم، دویم فرزندم به سخت سلفه کسل شدم. همین میسلفیدم سلفه سخت داشته نمیتونستم. یک سحر وقتی علاقه تقریبا 7 ماه شده بود کودکم، همین سلفه سخت گرفته بود که همین حس کردم که یک قبرغم شکست. همین درد، همین خیلی درد، همین قبرغم درد گرفت. من گفتم تمام قبرغم شکست. درد داشت، همین خیلی خم شوم درد میکرد، یکون چیز بردارم درد میکرد. بعد یک دکتر همراه ما در خانه ما زندگی میکرد. با من شبانه به وی گفتم که همین روز قبرغم از سلفه شکستم. و گفت خندید، گفت که از سلفه قبرغه نمیشکند. گفتم نمیدونم، من همین قرص آوازش رو شنیدم و اکنون درد میکند. پگاه وی جای کارش رفت، امون بیمارخانه رفت یا شفاخانه، بعضی ها میگوید شفاخانه معقولتر بیمارخانه رفت. یک دکتر از امریکا بود و هم گوش کرد، گفت ها سلفه میشکند قبرغه. گفت من امروز میرم همون دوستی توی میبینم. گفت و دکتر اومد خانه من، اومد من دید، گفت که قبرغه تو شکست است. گفتم حالی چیکار کردن در کار؟ گفتم هیچ چیکار کرده نمیشد. میگه قبرغه در درون و به گیپس مونده نمیشد. گفت فقط همین که گفت تو گفت چیزی وزنی نبردار، تقریبا 1 ماه 2 ماه خودش در درونت درست می شود. من فکر کردم که این یک کون دخترچه ملکه حالی مایده بود، نغز راه نمیگشت و همه وقت میخواست که من و در دستم بردارم. چه خیلی میشد گفته فکر کردم. یکی همون وقتی که قبرغم شکست، همون لحظه یک از کتاب مقدس یک آیت در یادم زد که یک وعده هست. خیلی این آیت درباره عیسی مسیح هست، لیکن این با همچون وعده با من خداوند هم تو در همون لحظه آورد که یگان استخوان تو نمیشکند. با همون شب بعد از که دکتر دید، دکتر همین گپا رو گفت، همون شب خواب رفتم. من گفتم خداوند تو که همین وعده دادگی در کتاب مقدس نوشته شده که یگان استخوان من نمیشکند، همین را روح مقدس در فکر من آورد. همون لحظه من دعا میکنم خداوند من کلامی تو با باور میکنم. گفته خواب رفتم. همون شب خواب رفته، سحر خستم بیدار شدم، قبرغم پر شفا یافته بود. پر در یک شب همون یک سخن آیتی وعده‌ای که خدا داد، خدا همه خیلی با وفا. میدونی من نمیدونم در یگان دینی دیگر خدا به خلق خودش وعده نمیتید، کلام نمیتید، سخن نمیتید، لیکن خدای ما هم وعده میتید، هم سخن میتید و هم اجرا میکند. همین خیلی بزرگ خداوند ما عیسی مسیح که
برای ما جان داده، در صلیب خونش را ریزانده قربانی شد که ما با پدر آسمانی یک جا شده تانیم. در پدر، در عیسی و پدر یک جا باشیم. انمی خیلی بیدار شدم که در یک شب قبرغه درد نیست، پر شفا یافتم، خم می شدم، دخترچم می برداشتم و از ما بین حاضر میگم 15 سال گذشت. 15 سال نه 14 سال من این درد نیست. قبرغه من پر صحت، هیچ وقت درد نداشت. خداوند ما با وفا. اگر خداوند به شما یگان وعده، یگان آیت داده باشد، وای پر اجرا میکنه، چون که عیسی مسیح با وفا. باید در زندگی من با وفاگی خودش را اثبات کرد.